مثنوی که مشتمل به کفریات است او را قرآن ثانی و قرآن فارسی میگه. مثنوی معنوی مولوی هست قرآن بر زبانی فارسی. هر که خواند مثنوی راست صبح شام آتش دوزخ بر او گردد حرام. شما خو قاریتان میاد چرا که مثنوی را رد میکنی؟ در مثنوی موضوع قصه سنگتراش نیست؟ تکذیب الله نمیشه؟ تکذیب پیغمبر نمیشه؟ کدام گپ است که نیست؟ لیکن امروز به نام قرآن فارسی مردم بر از او معتقد است کتاب الله را ترک کرده. در هر جای فقط بیان مثنوی است. مثنوی شریف برش میگه.